က
در طول مدت سبک‌های مختلفی رو کار کردم و فعلا به شیوه شخصی خودم رسیدم و اصولا در همه سبک کار میکنم با موزیک، یعنی موسیقی میشنوم، تحت تاثیر اون قرار میگیرم و کار میکنم یا در اثر برخورد در خیابون با مردم و صحنه‌ای که میبینم ذهنم جا میگیره و وقتی مرده نقاشی میکنم.